برابر بچه های خوب عزیز، قرار آمدیم با ویدیو چطوری خلبان بشیم و مجوز آن رو بگیریم که به شما عزیزان یاد بدیم. این کانال متعلق به شماست. این کانال واسه من نیست، به شما عزیزانی که دارین نگاه میکنید واسه شما ساختم تا بتونید یه پولی در بیارید که مجوزگان خلبانی که چطوری بگیریم و ما قرار به شما یاد بگیریم. این کانال واسه من سودی نداره، من سودش برای من این داره که به شما هموطن یک چیزی آموزش بدیم تا بتونین یک کار خوب گیر بیارید. خب دوستان، امروز قراره بریم شهرداری تا مجوز خلبانی بگیریم. بعد بریم خلبانی شهر لوسانتوس، فرودگاه اولش. خب بچه ها، امروز من با ماشین سلطان افتیدی با فهمش آمدم. پول گیم کمه چون اینا آمدن از 0 تا 100ش که قرار آموزش بدن که کسی گفت 0 است که قرار به شما بدن. خب بریم شهرداری، بریم مجوزش رو بگیریم. گزینه 9 هست، نوشته خلبانی، فکر کنم لول 7 یا لول 9 نیاز داره. بعد اینکه اینو زدیم، بعد اینکه لول 7 و اینو زدیم، بریم مستقیم شهر لوسانتوس فرودگاه اول تا اونجا بتونید بگیرید. خب بچه چیز دیگه، تا بریم یه کاری کنیم، ما گرسنه که دیگه گرسنه است، بدون غذا خوردن که نمیشه. برای واسه هر کاری باید اول شد، بدون غذا خوردن کار نمیشه کرد. چه بازی چه واقعیته. بریم از مغازه عمو حسن یه غذای ساندویچ یه چیز خوب بخوریم، بعد بریم ادامه آموزش. این عمو حسن بریم مغازش چی هست، یه چیز خوب باشه، همش گوشت، وای وای وای، همه سوسیسه، بریم یه چیز بخوریم، گوشت نستیم ما. دراک داشت قضیه. خب دوستان بگم ادامهشون. خب بعد از اینکه مغازه عمو حسن یه غذامون خوردیم و نوش جونمون کردیم، بریم فرودگاه شهر اول لوساندوس. یا فرودگاه هواپیما دو دسته است. یه خلبانی که کشاورزی است که اونجا اجارش 5 که است و اون گزینه میاد. اون خلبان گزینهش 10 که است. اون که اجاره جت خصوصی هواپیما 10 که است بهتون چیز میده، مثلا هر بار که میای 20 که میده. و اونی که گزینه 5 که هست هر گزینهش این میده 10 که میده. بذار من جایشو نشون بدم، نشون میدم 10 که میده. یعنی اینطوری بگم، هواپیمای کشاورزی اجاره 5 که، پاداش 10 که. جت خصوصی هواپیما چیز 10 که اجاره، پاداش 20 که میده که واسه رفتن اگه لبل بنویسید واقعا خوبه. این شغل واسه شما کارآمد است که خیلی شغل خوبیه. من خودم پسندیدم، یک روز کامل اینو رفتن. نگران حرفه اینا نشه، آدم یه روز هیچ کاری حرفه‌ای نمیشه، تو بری هر بار اینو تکرار کنیم از کار خیلی حرفه‌ای میشه. وای وای وای، سلطان افتیدی فهم اصلا یه ملقی زد خدایی. هی روزگار بچه، این ویدیوی اولمه، اگر بچه از بزرگی خود ببخشید. خب اینو نشون بدم، اینا هواپیمای کشاورزی است که بهتون نشون میدم که این داشت، این جت این خصوصی اینجا داشت یکی بیاد کار داره، بعد این چطوری بیاد طرف اینجا در با کل زحمت امید داره من 20 که میگیرم، بعد تو میای اینجا میزنی امید طرف اصلا یک سره میکنی، یعنی از این نو به این نو میکنی. باداش مثلا 20 که بگیری و بنده خدا کلا به چخ میره، به فنا میره، همون 20 کهش مثل کلی زدن. بچه ها این کار نکنی، واقعا زشته. یا هر یکی هم نیست، 2 تا هست، نکنی، واقعا زشته. چون این بچه ها هستن دیگه. بچه ها اینجا که میخوای یه گانی دست خودتون بگیرید، چون گان بگیرید اینجا خوبه، مثلا گان بگیرید این بچه ها میان این مزاحمی ایجاد میکنن دیگه، خودتون میدونی که جریان چیه. یه گان دستت بگیر تا کسی مزاحمت نشه، اگه مزاحم شد یه گان باش بزن تا دیگه دفعه بعد تکرار نکنه این بچه. خب
اونجا هم بریم یه چک کنیم باز اونجا نباشه که از اونجا که میایم پول دریافت کنیم. بذار چک کنم ببینیم هست یا نیست. ماشاءالله. اونور فکر همه جاشو کرده کنه سیر تا پیاز گذاشته چند تاشو. نگاه بچه ها چیز میبینیم از اولش میگین. اولش هر لیتر بنزین تو هواپیمای جت خصوصی خیلی مهم است. مثلا هر یک لیتر خیلی ارزش داره، اینطوری بگم هر یک لیترش خیلی ارزش داره، چون بنزین نگاه یه زاپاسی بگیری بنزین باکش تا بتونی بنزین زاپاس بگیری تا اگه بنزین هواپیمای جت خصوصی تموم شد داشته باشیم. بعد اینو میزن گزینه یس، بعد اونجا قرمز است اون قرمز رو دنبال میکنی. فکر کنم ده که آره 10 که اجارهشو دادیم که حالا بریم واسه کار کردن. همین قرمزا فلش رو دنبال کنیم اوکی میشه. بچه قضیه اینطوری هست که این هواپیما جت خصوصی مسافربری، بعد هر بار که میای از اینجا مسافر تو میگیریم، بعد شهر 2 شهر 3 اونجا اونا رو فرود میاریم. بعد باز میاد، بعد که باز آمد اونجا میایم، بعد اینجا 20 که میگیم مثلا اینطوری از اینجا تا اونجا 10 که، یا اینجا تا اونجا 10 که رفته برگشت نگاه رفت 10 که میده، برگشتم 10 که میده. میدونی چی میگم؟ بعد بهت 20 که پاداش میده. بعد کار کردنش ایناشو خوبه دیگه. آره دیگه. یه پلی عادی دیدم با همین کردن سلطان افتیدی خریده بود، نه خودم پشمام ریخت. با کار کردن خلبانی 20 که پول کمی دیگه ولی زیاد کار کرده بنده خدا، زحمتش کشیده. خب خلبان یا ما ترکمن آماده بلند شدن است. مجوز بلند شدن بدهید بهش. یا الله تکبیر، الله الله اکبر. حالا بریم نگاه بعد این قرمزا رو دنبال کنیم تا نشون بده این کجا نگو که اینجا که لک باک میخوره خیلی اوضاع بیریخت میشه. بچه باز میگم هرکی بار اول خلبان ماهری نمیشه و نخواهد بود. هر چیزی که میاد بار اول چند بار میفتیم، آدم که میگه باز میفته باز بلند میشه، باز میفته باز بلند، آخر یاد میگیری. من خود شخصا اولین بارم که بود کلی تلاش کردم یعنی حدودا فکر کنم 3 بار خوردم اینطوری بیام، مخصوصا جایی که شهر 2 فرودگاهش میای بیرون شهر یه دفعه میای اصلا خدا وکیلی چی بگم اوضاع برخم میشه. مخصوصا جایی که این قرمز فلش خیلی رو میخوریم، این کار کنیم اون کار کنیم تا این چیز بشه، بعد یه دفعه بازی باگ بخوره فلان بخوره. اینجا درس داره ولی ارزش ریسک اینا رو داره دیگه، چون 20 که هر بار این کار کنیم خیلی ارزش داره به نظر من خود شخصا این شغل رو دوست دارم. اینطوری بگم یک روز واسش این کارو کردم که پول خوبی هم میده، پول خوبی هم میده. نگاه فرو بچه اینجا یواش برید تا یه دفعه نخورید بم منفجر، چون اینجا فرودگاهش یکم بد شده. نگاه بینا بخورید دیگه تموم. نگاه اینجا من نزدیک بود بیفتم هم بدبخت بشم. میگم کنترل خودم حفظ کردم. اینجا من زیاد سابقه خوبی ندارم، این زیاد از اینجا من افتادم زد شد اصلا ترکید ناموسم هی روزگار. خب بعد اینجا خب پیاده کردیم. اینجا بچه باید پول نمیده، اینجا میاد پیاده میکنی. بعد گزینه بچه اینجا یک گزینه مهم است، بلکه این گزینه تپو بزنی نمیخواد که اینقدر طولانی طول بکشه، همین تپو بزنی بعد برو، نیازی نیست که 2 ساعت اینجا باشی. میدونی چی میگم؟ 2 ساعت نمیخواد اینجا باشی، همین گزینه تپو زدی تموم میشه اوکی. خب بعد این فلش میریم با امید خدا خلبان یا ما ترکمن با اجازه پرواز کردن میدهید آیا قربان؟ اینم میگه بره. خب بسم الله که بلند میشیم الان. من انصافا این شغل رو دوست دارم، خودم چیز با هواپیما اینا خودم این شغل هوا زیاد دوست دارم. بچه تو پیاما بگید من چیز لبلم 9 تازه یوتیوب اولین ویدیو منه
بگید فکشن گیتو بریم، فکشن دولتی از کدامش یعنی ویدیو بذاریم. از 0 تا 100 فکشن های دولتی، گتو، قوانینهاش، همه چیز، ایونت، بازی، همه را من براتون میزنم. من سعی میکنم به شما دوستان از که شما دارید نگاه میکنید کمک کنم. نگاه، این یوتیوب من نیست رفیق. نگاه، شما رفیقای منی، شما عزیزای منی، شما دل منی. تو که داری میبینی عشق من دوش، تو که داری میبینی عزیز منی، ستونی دوش. تو فقط نگاه، این کانال مال من نیست. بعد بیاید یه ساب کنید، این کانال ببریم بارم، تا با هم ببریم بارا یک چیز خوب در بیاد. این کانال من واسه خودم هیچ سودی نداره، بیشوخی. این کانال واسه سودیش چیه؟ به شما هموطنان عزیز یک کمکی کنم تا بتونی یه سودی واسه خودتون بگید. من چه کارا براتون، چه شغلی خوبه چه شغلی بده، همه را میگم. مثلا تاکسی رانی بده و فلان، کلی این چیزا که برات چه شغلی وای رفت که ثروت شد، چه شغلی نرفت که ثروتمند نشد و همه با جلو. نگاه بچه ها، این خط قرمز که آمد یعنی اینجا گزینه تموم. اینجا که میاد بهت 20 که میده. نگاه تموم، 20 که داد الان به من. تمام بچه ها، بعد اینکه 20 که داده، هر بار میتونی این بار تکرار کنی. این بار یک کارش هم فوق‌العاده خوبه. من بهتون میگم این کارو حتما یه بار امتحان کن. اونا که امتحان نکردن یا پلی قدیمی که دوست دارم، پلی قدیمی که مثلا هر 2 ماه 3 ماه اکانتش چیز نیامده داخلش، یا با اون پلی هر جدی که تازه آمدن میخوان اینو امتحان کنن، بهشون میگم که اگه این شغل رو خواستن امتحان کنن، از آموزش 0 تا 100 براشون همینو گذاشتم. امیدوارم اولین بار که میدونی که میبینیم راضی باشی انشالله، که اولین بار هم است که میدونی که اصلا گرافیک زیاد خوبی نداره، ولی سعی میکنم خوب بگیرم، که تلاش میکنم تا با موبایل بگیرم، چون اولین چیزی که باشه که با موبایل، که شما هم با موبایل پلی میدیم، تا بتونم که مثال براتون راحت تر اجرا کنم که خوب ببینین چی به چیه اینا. خب اینجا که من علامت گذاری میکنم، اینجا فرودگاه شهر 3، فرودگاه شهر 2. یه دفعه دیدیم میگه برو فرودگاه شهر 3، برو تا از اونجا ببریم. یعنی از فرودگاه شهر 1 بلند میشیم میریم تا فرودگاه شهر 3. بعد از اونجا که بلند میبینیم فرودگاه شهر 3. بعد فرودگاه شهر 3 خیلی نسبتا از شهر 2 خوب تره، یعنی کنن چیزهای خوبی داره. مثلا بلند بشیم مثل فرودگاه شهر اول، نه از شهر اول هم خوب تر، راحت میونجا بشینیم بلند بشیم، هم مزاحم ایجاد نیست اینا. بچه ای خدا، زیاد حرف زدم اصلا سرفه هم گرفت. خب دوستان، اینجا برای بار دوم همین. خب دوستان، اگه خواستین با هواپیما کشاورزی و براتون خواستین ویدیو بعدی بگذارید، به ما بگید تا براتون بذاریم، شما که بذارم. خب دوستان، اگه خواستی با هم پلی بدیم، آیدی من یاما ترکمن است که بهتون نشان میدن که اگر نیامد خودم داخلش مینویسم براتون. امیدوارم این ویدیو رو راضی باشه که آخر ویدیو رسیدیم. که قبل از رفتن یک چیزی بگم براتون. وایسا، این ویدیو اول گرفتم، بعد چیز دارم ازش میکنم که اولین بار ممکن نیست. خب دوستان، اینجا می گزینه میگه 100 یعنی شما تا 120 ثانیه سوار این جت خصوصی نشیم، این جت خصوصی به هواپیما براتون میره. تا 120 ثانیه وقت داری تا این سوار این بشی. بعد اینکه سوار شدی که نمیره. اگه سوار نشدی اونجا دوباره اجاره کنی یا حدودا 10 که پول بدی، که کار شما هم سخت تر میشه. که خیلی بده اوضاع، خیلی بده، خیلی. دوستان همراه یادتون نره حداقل بنزین زاپاس داشته باشه، که یک دفعه خواستیم برین بنزین همراهتون داشته باشه. بنزین همراهتون داشته باشه که بنزینتون تموم شد خواستی کار کنی، بنزین همراهتون داشته باشه تا راحت بتونین استفاده کنید.
خب دوستان دیگه آخر ویدیو رسیدید. امیدوارم این ویدیو براتون تاثیر گذاشته باشه. این کانال واسه من، برای شما دوست عزیز که میبینید برای شماست. این کانال واسه خودتونه، حمایت کنید از کانالتون. امیدوارم روز خوشی داشته باشی. خب آخر ویدیو خداحافظ دوست عزیز. آخر ویدیو هست دیگه، خداحافظ تا ویدیوی آینده. به زودی ایونت اینا هم براتون میذارم. امیدوارم موفق باشی. خداحافظ. بله چاو.